5 پوره شد شروع میکنم. تمام. به نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز و گرامی، برادران و خواهران ارجمند، شامتان بخیر. امیدواریم که صحت و سلامت هستید و در این روزهای پای همگیری کرونا ویروس خداوند از درگاه خداوند تعالی دعا میکنیم که خداوند همه ما و شما و ملت تاجیک را از تمام گزندهای زمینی و آسمان نگه دارد. دوستان عزیز، میدونید که از قضیه بابای دانه نبیوف و نبیوف شما خبر دارید و انشاءالله ما در این امروز در همین مورد، در همین قضیه داغ صحبت خواهیم کرد. چنانه که میدونید دانیور نبیوف معروف به بابای دانه استقامت کننده ناحیه رودکی هست که در سال 1934 یعنی حالا 87 سال عمر دارد به دنیا آمده. او و گفته نزدیکانشان و نزدیکان ایشان او در ماه دکبر بازداشت شد به اتهام کمک به زندانیان و خانواده آنها بازداشت شد و بعداً در همین ماه دکبر اخیر دکبر حکم او از طرف دادگاه ناحیه اسماعیل رامانی شهر دوشنبه صادر شد. او را به 5 سال زندان محکوم کردند. اتهامات علیه او را مقامات تاجیکستان چیزی نگفتند، ولی خش تبار نزدیکان آنهایی که میشناسند گفتند اتهام این سفید این بوده است که اون به زندانیان و خانواده های کمک میکرده است. او در تا حال در یکی از سیزوهای شهر دوشنبه نگهداری می شود و تا حال معلوم نیست که به کدام زندان او فرستاده می شود. یک چیزی که عجیبه که در همین قضیه بابای دانه یار همین مرد پیران سال است این است که بازداشتش مخفی بود، مقامات اون را هیچگاه اعلان نکردند، مرافعهش پشت درهای بسته انجام یافت و حکم اتهامات اینها را هم آشکار نکردند. هرچند یک منبع در صحبت به آزادی گفته است، تصدیق کرده است که همین بابای دانه را به 5 سال زندان یعنی محکوم کردند، تصدیق کرده است، ولی دیگر چیزی معلوماتی ندارد. چخیلی که میدونید برادران عزیز و چخیلی که اونهایی که در صفحه های خود نوشتن بابای دانیار یک انسان شریف، یک انسان خیرخواه که همیشه کمک میکرد به خود که اصلا فرزندم ندارد، خود که به زیر این 90 هست، همه یک انسانی خیر، یک انسانی سخاوتمند، یک انسانی که خدمت میکرده است معروف هست و به زندانی ها و خانواده های کم بضاعت و نیازمندان کمک میکرده است و باز در روزهای عید نیز او به اطفال و کودکان ما کمک میکرد. وقتی که همین قضیه برآمد واقعا در شبکه‌های اجتماعی مردم بسیار به سرعت توجهی زیاد دادند و شخصیت‌های از جمله اکای ظفر و دیگر شخصیت‌ها مثل اسفندیار نظر و دیگر هم و مدافعان حقوق بشر صدا بلند کردند برای دفاع از همین حادثه. دو شعر من، 2 بیت از شعری که برادر عزیزمون اسفندیار نظر درباره همین شخص نوشته است همین رو میخونم. اسفندیار نظر میدونید که شاعر تاجیکی مقیم آلمان است. گفته است که اشک می سوزد مرا سوزد فیغان هم، سینه می سوزد مرا از ناله جان هم. فصلها بگذار فصل آدمیت، می رسد بر خط پایان رسم آن هم. هم مسلمان بودنت امروز جرم است، هم به دنیا آمدن در این زمان هم. حق مردم را نمی دانند
که چیست پایمال است این زمان حق زنان هم حرفی آزادی مخوان از کشوری ما پیر در زندان بود یا جوان هم. یک بار دیگر همه هموطنان رو به این برنامه ما خوش آمدید میگویم. همچنین مهمانان ما که حالا حضور دارند اکی ظفر، استاد ظفر صوفی، شاعر و مؤسسی ژورنالیستی برجسته و مؤسسی رسانه‌های بزرگان هستند. اکی ظفر خوش آمدید. مهمان دیگری ما هستند علیم شیرزمانوف، معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان. اکی علیم شیرزمانوف خوش آمدید. هر دوی مهمانان را خوش آمدید میگویم. حالا شروع میکنم از اکی ظفر صوفی. سوال من این است که اکی ظفر شما واکنش هم در این قضیه کردید. سوال من این است که شما همچون انسان و همین قضیه داغ و همین یک قضیه انسانی چه خیلی رفتار میکنید؟ چه حسی وقتی که همین خبرش شنیدید پیدا شده؟ سلام به خدمت شما و همه بینندگان اونهایی که ما را تماشا میکنن. امیدوارم هر جا هستن سلامت و موفق باشن. خب ببینید، برای یک انسان نوابسته از دیدگاهش که از دیدگاه مثلا سیاسیش، اجتماعیش و همه دیدگاه های دیگرش، وقتی میبیند یه موسفیدی که 87 سال سن دارد زندان کردن و با این وضعی کاملا پنهانی و مثل یک جنایتکاری که گویا مثلا دیگه اسامه بن لادن باشد. و طبیعی است که وقتی هر انسان، من فکر میکنم اگر دل دارد میشنود این چیزا، میلرزد تمام وجودش. من واقعا شاید تا یک سال بیشترین ناراحتی که داشتم شنیدن این خبر بود. هنوز من نمیتونم هضم بکنم این خبر. واقعا برام خیلی سخت است که یه موسفیدی که خب شما تصور کنید نه فرزند داشته، نه یک گویم که پشتبانی که در این پیری حالا عصای دستش باشد، این بنده خدا آمده عصای دست دیگرها بوده در سن 87 و چنین یه آدم بجای این که بیاین تشویق بکنن، تشکر بگون، ببرن زندان کنن دیگه. ببینید اصلا زندان کردن انسان مثل این بابای دانایار، من فکر میکنم نهایت ظلم، نهایت شقاوت و نهایت حماقت است. هر دادگاه فرق ندارد اون در کدام دادگاه حکم صادر شده، حالا میگن اسماعیل سامانی، در هر دادگاه حکم صادر شده، اون قاضی پرونده باید که از پیش از همه از خودش شرم داره. حالا من نمیدونم اینا از خدا شرم میدارن یا نه، حداقل از فرزنداش باید شرم دارد. چطوری بچه‌ش فرزنداش نگاه میکنن؟ آیا این انسان هست یا نیست از برای حساب؟ چطوری میشه که یه موسفید 87 ساله را حکم صادر کنه برای 5 سال؟ اونم جرمش این بوده که برای مردم خیر کرده. مگر خیر کردن گناه است؟ یعنی کمک کردن به مردم. ما در اصلا همه معیارها، همه ارزش‌ها تمام شدن. یعنی دیگه ما به جای رسیدیم که آمدن به کسی نیکی کردن، کمک کردن دیگه جرم شد، چون خودشان که نمیتونن به کسی کمک کنن، همیشه کمکاشون هم از حساب ظلم کردن به دیگرها هست. حالا اگر یه بنده خدا آمده صادقانه و دوستاش بوده و فرزندای دوست بوده، حالا گفتیم که به زندانی بوده، حالا به خانواده‌های زندانی بوده، اصلا مهم است آیا که به کی کمک کرده یا از کدام حساب آمده کمکش؟ من فکر میکنم که اصلا مهم نیست. مهم این که یک انسان در این سن آمده به دیگرها دیده که مثلا اونا نیاز دارن، دستی کمک دراز کرده. خدا میگم اصلا من هنوز نمیتونم این دهشت، این فاجعه که در همون نوشتم به حساب آوردم، این فاجعه که شاهدش هستم، برام هضم کردن خیلی مشکل است، خیلی سخت است که من میبینم تمام معیارها، تمام ارزش‌ها را این حکومت، این رژیم دیگه زیر پا کرده. هیچ ارزشی براشون دیگه نمونده. من مخالف نیستم، من مثلا مخالف این رژیم نیستم، من شخص سیاسی نیستم،
همچون یک انسان برام سخت است، همچون شهروند این کشور برام سخت است که چطوری میشد که تمام بهترین ارزش‌ها را هزار اند سال است که ادبیات ما تبلیغ میکند که نیکی به هم نوع و برادری و برابری، اینا آمدن اینا را دیگه زیر پا میکنن، همه چیز به هم زدن. خب شما تصور کنید در این حالت آدم چطوری قبول میکنه همچون انسان؟ فقط نفرین میکنن. آدمایی که این کارا کردن اونها رو بجز نفرین کردن دیگه از دست ما چی میاد؟ مثلا در این حالت اصلا که خیلی کار میاد، منظور واکنش اولینه که هست این دیگه نفرین میفرستاد آدم و اینایی که این کارا کردن. واقعا اکر علیم نظری شما همچون یک هم سیاستمدار هستین، پیش از اینکه سیاستمدار همچون یک انسان، همچون یک تاجیک، وقتی که همین حادثه را شنیدید و همین خواندید، شما چی فکر اومد در شما و چه خود را احساس کردید همچون یک تاجیک که این همین حادثه در وطن ما و شما شده؟ سلام علیکم تماشابینان گرامی. خب تشکر از دعوتتون به برنامه. البته که در با شنیدن چنین یک خبر در من احساسات گوناگون، از یک طرف شرم، از یک طرف چه بگویم دهشت و از یک طرف دیگر افتخار. یعنی افتخار از چنین هموطنی که در سن 87 سالگی هم سلامتیش به او اجازت میداد است و هم گردهش در مقایسه با دیگر نمایندگان به نام جامعه مدنی که بیاید و دقت کنید در اتهامی که به او میبندند همون عیبدار کننده میگوید که به 3 عائله یاردم کرده استی. او گفت است اشتباه کردی، من به 30 عائله یاردم کردم. یعنی تا همین حد جرأتی که همین مرد 87 ساله دارد، من افتخار از آن میکنم که من یک ملت همین نفر هستم. و از طرف دیگر من خجالت از آن دارم که ما نتوانستیم همین دولت خود را از همین تاخت و تاز اجنبیان همین نگاه داریم و این روز به همین حالت رسیدیم که رسیده ایم. در اینجا چند سوال در من پیدا می شود. یکم ببینید، بگذار همین موی سفید جنایت صادر کرده است، بگذار و اگر این به این سوالا میاییم اکریم اگر میشه. حالا به این سوالا میاییم. شما فکر نظرتون گفتین، واقعا هم هر یک وقتی که همین حالت میبیند در نیز خیلی که شما که علیم استاد ظفر گفتین، ظفر صوفی گفتین، واقعا انسان خجالت میکشد که چنین چیزی در وطن ما شده است. چنین چیزی پیشتر هم متاسفانه در نسبت شیخ تیمور هم شد، ولی به هر حال باز شرم نداشته. اکی ظفر سوال بعدی من همین است که و من واقعا خجالت میکشم. هر تاجیکی به ناموس، به مرد، یعنی یک به ارزش های انسانی باور دارد، اعتقاد دارد، باور کنید خجالت میکشد از همین کاری که مقامات نسبت همین کردن. اکی ظفر سوال اینه که مثلا اونها و اینا اومدن از خانهش بازداشت کردن در دهه گلبوته، در همون جماعتی تپه ناحیه رودکی، و هیچ اعلان نکردن، یگان چی نکردن، خاموش. وقتی که مثلا بازداشت کردن، مرافعش پشت درهای بسته شد و باز آزادی، رادیو آزادی وقتی که میپرسد یک منبع فقط تصدیق میکند، کسی نیست اومده نیست که همین. چرا حکومت این قضیه مثلا ما و شما همه خشتبار ما همه ملت انداز میسپرد، میخواد در برابر هر یک حدیثی شود خطاب باشد بداند. چرا حکومت همین قضیه مثل همین قضیه را مهر مخفی میزند، نه بازداشت اعلان میکند، نه جرمش به اعلان میکند و نه مثلا میبیند که همین در دادگاه چی میگذرد؟ چرا چنین میکند؟ ببینید، در این مورد از چند جنبه میشد نگاه کرد. یکی این که حکومت میترسد
دو اینکه هیچ دلیل ندارد. یعنی واقعا به نظر می رسد که حکومت از بابای دانه ها که در وجودشان نیکی و جوانمردی و مهربانی و عطوفت و برادری و این معیارهای ارزشی اخلاقی یک انسان ایمان و وجود دارد، در برابر این می هراسد، چون خودشان در فساد غرقند، دروغ میگویند، خیانت میکنند، جنایت میکنند، هر قدمشان بر ضرر مردم است، بی‌عدالتی میکنند. وقتی یک انسان میاد، یا مسافد یا پیرمرد، وقتی عملا نشان میدهد که مهربانی چی است، عملا نشان میدهد که برادری چی است، عملا نشان میدهد که عدل چی است. خب مطمئنم که اینا میترسن در برابر اون، و میترسن که وقتی اونا مثلا آشکار بازداشت بکنن، آشکار بیان دادگاه برگزار بکنن، هر چقدر مردم بیشتر با خبر شود، حضرت بدل میگه که زیشت در سلک نکویان می نماید زیشتر. وقتی در برابر یک نیکی، یک نیک زیشت آمد، اون زیشتش بیشتر برای مردم آشکار می شود. اینا از این نظر می ترسن. از طرف دیگه هم من مطمئنم چی اون مفتش پرونده، چی اون دادستان، چی اون قاضی پرونده، اینا هم اگر یک ذره انسانیت داشته باشند، که امیدوارم که داشته باشند، فرزند انسان هستند، چون مطمئنم که از بیگناهی این مسافر آگاهند. وقتی در دادگاه علنی بشاده یا بیگناه بیان بررسی بکنن، خب اون گفت که من ثابت کنم که هیچ گناهی نکرده، طبیعی است که این بیرون درز می رود. چطوری بر علیه اون حکمی از قبل آماده شده اعلان بکنم؟ من راستی در فکر میکنم در دادگاه های تاجیکستان، البته از تجربه هایی که دیدم و مشاهده هایی که داشتم، در دادگاه های تاجیکستان حکم از قبل آماده میشد. پیش از این که مثلا اعلام شد، در جاهای دیگه حکم آماده میشد، قاضی پرونده فقط حکم میخوند. چون متاسفانه دادگاه در کشور ما مستقل نیست. از این نظر من فکر میکنم این دو جنبه است، که دو جهت است، یا دو دلیل که دادگاه آمدن پنهانی دایر کردن، پنهانی چیز کردن. بعد یک جنبه دیگه هم که بیشتر با توجه به اینکه دادگاه مستقل نیست، اون البته به قوه مجریه، به حکومت بیشتر ربط دارد. اینجا حکومت دیگه خیلی مغرور شده، نزد مردم حسابات دهنده حساب نمیکنه خودش. یعنی مسئولیت این که باید نزد مردم گزارش بتید، اگر کسی را حکم صادر میکنن، اگر کسی را بازداشت بشد، اگر مثلا از جای کمک اومدن، که هر چیز، هر امور این کشور در امور کشورداری همش باید نزد مردم گزارش بشود، اینا گزارش نمیتین و از بس اینطوری عادت کردن، مغرور شدن، دیگه نمیخوان که آشکار بشن هیچ چیزه پیش مردم. یعنی مردم براشون هیچ ارزش ندارد، برای مردم چون ارزش قائل نیستن، دیگه میخوان که هم هر چی خواستن خودشون بکنن. پنهانی هم کردن، میگن کسی هم به حساب فکر میکنن که جلودارشان نیست، اما اینطور نیست، حتما که پیش راهشون گرفته میشه، اگر امروز نه فردا. این یعنی مثلا اون سودیه یا قاضی یا اون مفتش، اینا هم شرم میدارن، یا مثلا خیلی گفتن از اینکه معلوم شود فردا در رسانه ها نام هاشون که برایت که فلانی مثلا این موسفید 87 ساله را چنین حکم داد. بله طبیعی است، چون میدونن که اون موسفید گناه ندارد. من فکر میکنم اونا مطمئنن، همونطوری که ما مطمئنیم اونا مطمئنن که موسفید گناهکار نیست. دیگه این یک به قول که درخواست سیاسی است یا بازی سیاسی است. میخوان پیام بتن به گروه های مبارزی که در بیرون هستن، حالا هرچند که بنده خدا هیچ کاری سیاسی نکرده، اما این به این طریق میخوان پیام بتن. اینا میخوان بابای دانه را که دیگه نمیشه ترسوندن، یا انسانی که 87 سال زندگی کرده و تمام عمرش هم اونطوری که دوستایی که میشناسن میگن، من متاسفانه نمیشناختم، دستاشو میبوسم مثل فرزند، اما من نمیشناختم. و حالا میبینم که مثلا اونایی که میشناختن میگن که بنده خدا همیشه دنبال این بوده که یک نفعش به مردمش برسه و اونایی که میشناسن به هم مردمش نفع برسه، سود ازش باشه در این دنیا.
خب اینطوری آدم دیگه معاملش با خداست، اون که نمیترسه از کسی، نه از اون دادگاه میترسه. در دادگاه هم که گفته با 30 نفر، ما با 30 نفر کمک کردم، یعنی جسارت و جرأتش مشخص است بنده خدا را. پس چه مفتش، اونایی که بازداشت کردن، چه همون نیروهای امنیتی که دنبالش بودن، اونا هم میدونن که این بنده خدا رو نمیشه ترسوندن. اونا بیشتر دنبال اینن که دیگران را، جوانترا را که مثلا حالا شاید تازه به این راه وارد میشن، یا اونایی که مثلا در بیرونن، یا کسای دیگری که هستن، اونا رو میخوان بترسن. اما ببینید اونایی که دیگه به این راه رفتن نمیترسن. با ترساندن نمیشه جامعه از برای صاحب همیشه کنترل کردن. شما باید اشتباهاتون رو کم کنید، شما باید جنایت نکنید، خیانت نکنید، عدل رعایت کنید. هیچ مشکلی نیست، هیچ کسی نمیاد در برابر شما قد علم کنید. وقتی شما میاد بی‌عدالتی میکنید، وقتی میاد جنایت میکنید، وقتی میاد خیانت میکنید، وقتی میاد بابای دانه 87 ساله به خاطر کمک به انسان‌ها میاد زندان میکنید، طبیعی است که هر کسی هم در برابر شما میسته، صدا بلند میکند. نمیتونید جلوی مردم همیشه بگیرید از برای صاحب. بله. اکی علیم، حالا که نظر اکی ظفر شنیدید، همین چرا حکومت، شما هم بودین چند در همون زمانی که در تاجیکستان بودیم، حالا که در این بیرون از تاجیکستان هستیم، همیشه حکومت کوشش میکند که همین مسائل رو بگوید که این قضیه حساس است، مخفی است، یا مثلا همیشه کوشش میکند که مرافعه ها در پشت درهای بسته مثلا برگزار شوند. هدف چرا حکومت همین خیل میکند؟ از چی میترسد در حالی که همه چیز دارد، ولی همیشه کوشش میکند که مثل همین قضیه بابای دانه، اون برای چی مثلا مخفی نگاه میدارد و هیچ جا اعلان نمیکند؟ نظر شما همچون یک مخالفی، یک سیاستمدار که سیاستمدار مخالفی همین حکومت هستید، نظر شما چی است؟ چرا چنین است؟ خب پشت درهای بسته بردن دادگاه ها، این تجربه بعد سالهای 2015 تا از این پیشتر هم بود. پشت درهای بسته بردن دادگاه ها این به خاطر آن است که اثبات نیست، اونجا دلیل نیست. در دادگاه تفتیشات دادگاهی دارد، یعنی اون تفتیشاتی که مقامات عیبدار کننده میبرد او به پای خود است، دادگاه به پای خود تفتیشات میبرد و در اون تفتیشات به گفت همون دادگاه ها پروتکل میبرد کسی. در اونجا اگر تماشابین باشد، اگر رسانه خبری باشد، او مجبور میشود که پروتکل ها را، اون چیزی که در اونجا صدا میتید در پروتکل قید کند. ولی اونها حاضر در پروتکل یک چیز و در همون خود دادگاه یک چیز است. یعنی در پروتکل چیزی که به اونها معقول است همون آورده میشود. لیکن اگر در پروتکل آمد که مثال کافی نیست، دلیل ها کافی نیستند، یگان دادگاه بگردن نمیگیرد چون این حکم ناعدالتانه را. چون که او اگر از جواب در روز آخرت نترسد، از جواب در نزد قانون بعد چند سال میترسد که این حکم غیر قانونی میشود. لیکن حاضر اونها در پشت در راه بسته کاتب و عیبدار کننده و سودیا این یک شخص است، این رحمانوف است. این فرمایش بی‌واسطه از رحمانوف است. من باور دارم که همون سودیا هم خرسند نبود از حکمشو، حتی همون عیبدار کننده، حتی همون کمیته دولتی امنیت ملی از وظیفه‌ای که به گردنش سپرده شده است خرسند نبودند. لیکن این وظیفه بی‌واسطه از رحمانوف است که طول همین سالها مشکل اساسی اینها، او روز یک برادر گفت که در مسئله خراب کردن دوشنبه از طرف این توده صحبت کردیم از طریق تلفن. او پرسید که اینو انگیزه شون چه است که همون مرکز دوشنبه رو تخریب کردند، حالا هم که میشد این خانه ها رو در یک کنار دیگر دوشنبه ساختن که اونجا هم آباد شود. من گفتم این در اینها یگان انگیزه نکوب، یگان
چی نکو به دلیل منطقی نکو. در اینها فقط پول کو، پول جای پول بکو. در اینجا حاضر از بالا همین خیلی حکم شده است که همین زندانیا خش و تبار عموما اونهایی که بر ضد همین رژیم یگان وقت صدا بلند کرده بودن، فرق نیست کدام وقت، خیلی ایستاد شده بودن، اما اونها باید چنان محتاج مانند که باید به اونها یگان مبلغ به اجازت اینها نرسد و این خیلی این سیاستی سنجیده شده شخص رحمانوف است بر ضد اینا. سلامت باشین اکا علیم. مثل اینکه اینترنت شما کمتر ضعیفتر هست، به هر حال حالا سوال میدیم به اکای ظفر. اکای ظفر، شما واکنش مثل دیگر شخصیت ها واکنش نشان دادید و اون همین قضیه را، همین حادثه را فاجعه نامیدید و وقتی که آدم همین محتوای نوشته شما را میبیند واقعا میبینیم که اونهایی که این کار کردن با بدترین شکل مذمت کردین، گفتین که رنگ مثلا فاجعه رنگ بی‌توجهی، بوی ترس داره، سیمای فاجعه نامردی است، رنگ فاجعه سیاه، طعم فاجعه تلخ و ماهیت فاجعه بی‌رحمی است و دیگر واقعا سخت رفتید و اونهایی که این کار کردن باعث این کشتن. ولی در عین زمان بیشتر پیام شما به ملت تاجیک بود، به مخالفین بود. مثلا در یک جو گفتید که خطاب به مخالفین گفتید که یعنی همه اونهایی که ادعا میکنه که در برابر ظلم و بی‌عدالت قرار دارید، اگر این گونه فاجعه شما را به هم نآورد، حداقل با هم و همه در مقابل این فاجعه واکنش نشان ندادید، پس بیروید بمیرید. خیلی مثلا گپ‌های قصدتون چی است؟ واقعا نگاه کنیم اونهایی که عامل این حادثه هستن خیلی کمتر گفتید، ولی بیشتر به ملت تاجیک خطابتون، به اونهایی که ادعای آزادی این دارند. شما هدفتون از این پیام چی است؟ ببینید، یه نفری که خوابیده است نمیخواد بیدار بشود و هر چی هم تلاش بکنیم بیدار نمیشد. شاید تا سال 2015 خیلی تلاش های برای بیدار کردن این حکومت به عنوان یک نفری که یک خبرنگار، یک آدمی که برای مردمش، برای وطنش دلش میسوزد، من تا جایی که میتونستم همراه دوستانم، همراه تیمی که داشتیم تلاش کردیم که مسیج ها یا پیام هایی که هست رسانیم به حکومت که دارد به سمت خطا میرد، دارد فاجعه بر بار میارد. حالا گوش نکردن. فکر میکنید امروز مثلا از بیرون من وقتی پیام برای اونا بتونم گوش میکنن، من مطمئن نیستم دیگه. یعنی از یه نظر ببینید، من به این حکومت دیگه حرفی گفتن ندارم، به این رژیم حرفی که گم که مثلا این کارتون خطا است، میدونم که چون به اثر است. وقتی که او میخواد بخوابد، من چطوری بیدار میکنم؟ اون خودش به خواب زده، حالا هر تلاش بکنم بیهوده است. اما در این میان چرا مثلا مخاطب من مردمم بوده، همیشه هم مخاطب من مردم، چون این حکومت هم خواسته ناخواسته یه جزئی از این مردم است. اما مسئولیت دولت که متاسفانه مسئولیتش انجام نمیدهد. وقتی مسئولیتش انجام نداد، مردم باید دیگه بیان تصمیم بگیرن، باید واکنش بکنن. سخت‌تر گفتین. ببینید، در هر صورت عرض کردم، من از برابر شنیدن این خبر دیگه شاید اون مسئولیت یا اون بی‌غرضی خبرنگاریم به عنوان یک روزنامه‌نگار شاید تا جای زیر تأثیر احساس انسانی ماند. برای من واقعا عرض کردم هنوز من نمیتونم هضم بکنم این خبره که چطوری میشه که یه موسفید 87 ساله را فقط به خاطر تقسیم نمیدونم یک کمک به مردم یا تقسیم یک کار خیری بگیری زندانی کنی. یه نفر در زیر همون نوشته من از سمرقند بود نوشت که در ازبکستان اگر مجرم 60 سال بالا سن داشته باشد زندان نمیکنن.
نمیدونم تا چه حد این قانون در ازبکستان هست، اما اگر گفت اونجا نوشته بود که اگر جنایتکار مثلا شد حبس نمیکنن از 6 سال و بالا را. حالا در ما یه موسفیدی که 87 سال داره آوردن. شاید این دادگاه نمایشی بود، به همین خاطر من سخت رسید. یعنی میگم من هر وقت که تصور میکردم یعنی پیش چشم ریشی سفید اون بنده خدا میآمد، برام فشارش اینقدر زیاد بود که دیگه نتونستم و قول شما رعایت بکنم، شاید سخت رفتم. و از طرف دیگه هم سخت رفتنی من از کسی مثلا غرضی ندارم، من کسی را نمیخوام تعقیب بکنم، از دل سوزیم بوده. من میخوام که اگر مردم با همه اون قشرهای مختلف باشه، همه گروه ها، همه جامعه شهروندی با همه اگر یک جو باشد تأثیری داشته باشد و در این مطمئن باشد تاثیر دارد. در هر صورت پیش از این که در این مورد بگم ادامه همون صحبت این است که من وقتی آخر احساس میکنم که جامعه ما دارد بی‌رحم‌تر، سنگین دلتر، بی‌پرواتر میشود و همدیگری از درد همدیگر مثلا آگاه شدن و از خود دانستن یک هم ملت کمتر میشود. بیشتر دیدگاه های سفید و سیاهی، این گروه مثلا سفیدن این گروه سیاهن، یا بیشتر دیدگاه های محلی، چون از هم محل من نیست چه فرقی میکنه، یا چون هم دیدگاه من نیست هم دین من نیست، نمیدونم از این چیزایی که اما باید نباشد. در صورتی که ما در هر صورت در برابر یک مشکلات قرار داریم، یا مشکلات به نام یک حکومت خانوادگی، یک رژیم خانوادگی. همه ما مردم تاجیکستان امروز در برابر این رژیم خانوادگی قرار داریم و اینا دارن هر ظلمی که بخوان انجام میدن. تمام اقتصاد در اختیارشون، تمام تصمیم گیری ها به اختیارشون. آقای علیم درست اشاره کردن که حکم دادگاه رحمان صادر میکنن. من مطمئنم که در اعلام حکم بابای دانیار فرمان رحمان فصل در همه این چیزا وقتی مثلا نمیدونم دکانی کدام یا فاکولته مدیر شعبه کدام چرا میاد رحمان انتخاب میکند، تعیین میکند، مطمئنم که تمام این کارهای با وقتی میان پوششی سیاسی میتن به قضیه ها، اون همش تصمیم گیرنده رحمان فصل. منظور وقتی یک کشور در اختیار یک کس و خانواده‌اش قرار میگیرد، این برای کشور در عصر 21 و مخصوصا واقعا فاجعه است. با بر بالای این اگر اون عادل بود که مشکل نداشت، شاید عدالت رعایت نمیشد. وقتی عدالت رعایت نمیشه، یک عائله هست اگر مثلا وقتی یک عائله همین خیلی هست، آیا اگر همه قشرهای جامعه شهروندی همش یک جو شوند یا اکثریت یک جو شوند در یک قضیه میتونه تاثیر برسونه؟ ما دلیلی داریم؟ مطمئنا. ببینید دلیل که در تمام دور و زمان دلیل این است که در برابر ظلم وقتی مردم با هم آمدن ظلم حل شد. قرار نیست که مثلا از تاجیکستان مثال بزنم. از تاجیکستان چرا مثالای بودن، مثلا وقتی مردم همه آمدن در مورد این سربچه حمزه آمدن واکنش کردن، آخرش به حساب آزاد کردن، یعنی اونا گذاشتن که بیا توبت بشه. خدا را شکر که حال توبت شده و میگن که حالش خوب است میشده. یعنی و از این مثال ها زیاد داریم در داخل هم. مثلا زمانی که یه مثال تا میگم، زمانی که سال 2012 بود نمیدونم، وقتی بر ضد چند رسانه سود عالی کشور آمد، بر ضد ازپیل و فرج و آزادگان سود عالی کشور آمد، حکم ما صادر شده بود، حداقل یکی از رسانه ها باید بسته میشد. اینا به همون سم داشتن، چون 50,000 حالا خدا دروغ نگه 50,000 دلار هر کدام اداره را جریمه بسته بودن. با 4 نفر بودن که هر کدام اینا فکر می‌کنم 50,000 می‌خواستن، در صورتی که همین امروز هم میگم حیثیتشون با توجه به اون کاری کرده بودن 50 سنت ارزش نداشتن، هویت اون آبروشون 50 سنت ارزش نداشت. حالا آمده بودن نقد گذاشته بودن آبروی خودشون، کاری ندارم با اون. اما وقتی تمام جامعه به هم آمد، وقتی مثلا نهادهای دفاع از حقوق بشر و دفاع از رسانه ها و از خبرنگارا و بعضی سفارت ها وقتی پادرمیانی کردن، وقتی آمدن مثلا واکنش کردن، آخرش خود رحمان با فرمان داد که خط جمع کرد این چیزا و جمع شد. مهم این که من چرا میخوام، البته شاید خطش نشد،
بله، منظور این که 100% مطمئن باشید اگر جامعه میاد در برابر هر چیزی با هم باشه، در برابر هر آفت بگیم، در برابر آفت وقتی با هم هستیم، آفت که برطرف میشه. این هم یک نوع آفت است. این چیزی که وضعی که الان پیش آمده یک نوع آفت است و وقتی جامعه با هم است مطمئنا برطرف میشه. و قضیه بابای دانایار هم اینطوری است. اگر همه با هم دست به دست بدیم، من مطمئنم که به خوبی انجام میگیرد. امید بخدا. بله، منم واقعا هم فکری جالب است یعنی وقتی که ملت یک جا میشد، همه قشرها، اون حکومت هزار بیرحم و ظالم باشد، آماده بعضی تغییرات حداقل برای حفظ آبروی خود یا اون آبروی هم تقریبا ندارد، ولی کوشش میکند. واقعا هم حالا مثلا با اکای علیم ببینید، و همه در همین قضیه اکای بابای دانایار واقعا همه فکرها چنانه که در دیگر قضیه ها فعال بودن نیستند، ولی بعضی هاش میگویند که این شخص جنایت کرد. هر کسی که جنایت کرد باید جواب بده. درست است، یعنی صرف نظر از اینکه اون زن است، مرد است، ایرانسال است، کی است، باید اون جواب کرد. جواب شما چی است؟ خب ببینید، اگر اینجا یک چند سوال در همین قضیه است، در مرافعه من یک چند سوال دارم. یکم با کدام خاطر مور مخفی گرفت؟ اگر به خاطر سر دولتی باشد و همین موسی سفید مرد خدا سر دولتی را افشا کرده باشد، در این حالت سانکسیای همین ماده البته از 5 سال خیلی بالاتر می بود، حداقل 8 سال زندان، از 8 تا 20 سال به فکرم بود، یعنی اقلش 8 سال می گرفت. لیکن مادامی که سود پوشیده اعلام می شود، مخفی اعلام می شود و بعد سود می بینی که مردک 5 سال می گیرد و طبق سابقه دادگاهی ما این بالاترین جزا در سانکسیای همین ماده باید باشد. و باید یک چیز دیگر کنیم، در هم در نظام دادگاهی شوروی و امروز هم در نظام دادگاهی تاجیکستان چیزهای و چی میگن، yani смягчающие обстоятельства با توجیکی چی میشود، همین یعنی چیز کردن حالتهای ملایم کردن جزا، یعنی حالتهایی است که جزا باید به حد اقل رسد. و سن 87 سالگی همین موسی سفید و وضع سلامتی او، اگر جنایتش چنین امکان رو داشت که 5 سال همگی زندان به او حکم کنند، پس امین سانکسیا اجازت میدهد که او را از تالار دادگاه آزاد کنند، همچون موسی سفید که به یک سن رسیدگی است. از همین خاطر این یک سوال است. سوال دیگر سوال دیگر نه، اینجا برادر منظفر در سوال پیش به شما پاسخ دادند و من میخواستم چند فکر خود رو هم بیان کنم. اون چیزی که درباره جامعه مدنی، نمایندگان جامعه مدنی که خود را بی‌غرض میشمارند و محض بی‌غرضی آنها باعث شده است که در کارزاری که پیمان ملی تاجیکستان یا دیگر نیروهای مخالفین در آن سهیم باشند، آنها خود را سهیم نمیشمارند. برای اونها همین بابای ما خودش، بابای دانا خودش یک نمونه عبرت است.
این بابای دانه چرا به این مشکل روبرو شد؟ چون در داخل تاجیکستان سازمان های پیدا نشدن که همین کار رو، یعنی رسالت رو به عهده بگیرن. چون اون زندانی های سیاسی که امروز در زندان ها هستند، تمام زندانی های تاجیکستان تقریبا با پول خود اونجا حتی همون کامرا را اونها ارنده کرده میگیرن. با اونها همچون خانه استقامتی کرایه داده می شود همون کامرا. چی رسد به پوشاک و به خوراک و به دارواری؟ یک گرم به زندانی حکومت تاجیکستان بودجت تاجیکستان، ما و شما از بودجت از کیسه خودمون به زندانی ها جدا میکنیم. لیکن خود حکومت، خود مقامات این سوم ها را میدوزدن و ما باز مجبور میشویم برای خویشاوندان خودمون اونا را در آنجا تامین کنیم با همه موادهای ضروری. و در همین حالت به زندانی های سیاسی کی یاردم میرسوند؟ با علاوه بر این، اگر کدام جنایتکار شدید هم نباشد جزای خود را گرفت، او دیگر به او یاردم کردن این شریک جنایت او شدن نیست. حتی در تمام دین ها، حتی همون وقت هایی که خلافت هم بود و اسلام، زندانی ها بر ضد ارزش های اسلامی جنایت کرده بودند. شما میدانید که یکی از جایهای اولین درجه برای خدایی دادن این زندان ها بودند، چه در دولت های اسلامی چه در دولت های نصرانی. در همه دور و زمان زندانی یکی از قشره های چی میگن که با اون خدایی دادن از همه ثواب است. و ما میایم امروز در تاجیکستان شخصی را پیدا نمی کنیم که این خدایی را خودش برد که همین موی سفید زندانی نشود. و به همین خاطر همین موی سفید یک نمونه عبرت است برای اون به نام نمایندگان جامعه شهروندی که در بیرون از تاجیکستان صدا بلند نمی کنند، چه رسد با اونایی که در داخل تاجیکستان. تا همه صدا بلند نکنن، همین بی‌عدالتی اقلا نسبت همین مرد که با یک سن 87 رسید که شاید در تاجیکستان انگشت شمار شخصان امروز باشند با این سن رسیدگی، و ما بیاییم و این شخص رو زندانی کنیم و همه خود رو کنار گیریم که این اکنون سیاسی است، مسئله سیاسی است، من از سیاست بیرون هستم. سلامت باشین اکا علیم. بله، و منم یک از بینندگان چی معذرت میخوام برای اینکه مثل اینکه کم کم بعضی وقت این مشکل اینترنت میشود. منم نمیدونم در من یا در شما همون خیر سخنهای اکای علیم بعضی وقت قطع شده. شما هم اکای سفر همین خیلی می اومد و من کمتر قطع میشد این سخنانی اکای علیم. همیشه هم نیمو بعضی یکی دو جا مشاهده کردم اکای زفر من به شما است. اگر اکای علیم همون اینترنت رو خوبتر کنین بهتر می شود. اکای زفر سوال من به شما است که مثلا دیدیم که مثلا در فیسبوک یک فیک به نام واسع پهلوی پست مانده است از نام عبدالرسول زبیروف، استقامت کننده همون دهه گلبوته، همون دهه که مثل همون زمان شوروی همون نامه های در این نامه در این نامه او را خیانتکار، پیری بخیرت، کمک کننده به شخصان جنایت پیشه و غیره نامیده است. در همینجا اومده است مثلا میگوید که او همچون میانه رو تمام بدخواهان در داخل کشور بوده رو مبلغ گذاری میکرد، یعنی همون زندانی های سیاسی و اینها رو. دانا نبیوف که باریش دراز و موی های سفید خود که در سین 80 سالگی قرار داشت باید به ذکر آفریدگار مشغول میشد و از عملهای صادر نموده خود از خداوند طلب بخشش میکرد.
اما او یاد خدا را از دل بیرون گذاشته و تمام سعی و کوشش خود را برای دستگیر نمودن شخصان جنایت پیشه و اعضای عائله آنها، هم همون زندانیان و هم اعضای آنها روان و همین چیز جواب داریم. ببینید واقعا دیگه عرض کردم قضیه بابای دانا نهایت شقاوت، نهایت حماقت این حکومت به نمایش میگذارد. شما آخر وقتی چیز می نویسی، نمیدونم اینه کی نوشته، کدام مثلا هم کدام کودان نوشته که وقتی تینو می نویسی فکر نکردی که مردم مثل تو کودان نیستن، همه که ابله نیستن مثل که نفهمن که چه خبر است. مردم که میدونن. حالا گفتیم که اونا جنایتکارن در صورتی که هنوز جنایتشون ثابت نشده، اونایی که در زندانن، مخصوصا زندانی های سیاسی و سازمان های جهانی هم که گفتن که نه اینا اصلا گناه نداشتن، اشتباهی سود دادگاه به حساب حکم صادر کردن، باید که آزاد شد، از اونا بخشش فرصت حکومت تاجیکستان جبران پردازد. نهادهای بین المللی که این حکم صادر کردن، دادگاه های بین المللی. حالا مثلا حتی بالفرض این که اونا جنایتکارن، اون دیگه در حالت اجرای جزاست. شما میخواهید اونا از زندان برای تمام انسانیانی که از همه انسانیت بیزار شده بیرون بیاری؟ خودتون که هیچ رحمی به حالشون نمیکنید، خانواده‌شون که در بدترین شرایط دارید نگاه میدارید، مثل گروگان نگاه میدارید خانواده‌شون. حالا یه نفر یه بنده خدا آمده با عروش سفیدش که خدا حفظش کنه، آمده مثلا مردم کمک کرده، شما میگید اونو اعلام میکنید که این جنایتکار است؟ روتون سیاه. آخه چطوری جنایتکار است؟ اگر اونی که در زندان هست یک روز که بیرون میاد، اون باید از اونجا، حالا گفتیم که بالفرض به اون گفته شما جنایتکار است، شما در زندان میخواهید اون بهتر شود یا که برعکس یک کسی بیرون بیاد که فردا اصلا به هیچ انسان دیگه اعتماد نداشته باشد؟ شما باید معیارهای تمام ارزش‌ها و معیارها رو زیر پا کنید. ببین مثلا مهربانی، اخلاق، انسانیت، برادری، عدل، انصاف، همه این چیز باید نباشه؟ یا فقط اونایی که برای شما جانب دارن، برای شما خدمت میکنن، فقط برای اونا تعلق میگیرد انصاف و عدل و نمیدونم خوبی و نیکی، و هر کسی که گفت که نه این کار شما خطا است، اون باید دیگه بمیره از گرسنگی و نمیدونم از چیز؟ یا اگر بیرون هم اومد فردا از زندان باید طوری بیرون بیاد که به هیچ کس دیگه اعتماد نداشته باشه و یک جنایتکاری واقعا دیگه نهایت جنایتکار از زندان بیرون بیاد؟ من نمیفهمم اینو به کجا دارن میبرن جامعه را. حالا عرض کردم بالاتر که دارن جامعه را به سمت بیرحمی و دلسنگی میبرن و این اگر آگاهانه است خیلی خطرناک است. اگر از کاودنشون است باید که پیش راش بگیرن. من میترسم که آگاهانه است. به نظر میاد که نیروهای هستن و عنوان ایدئولوگ نمیدونم حالا هر چی نامشه میگذاره، یا کارشناسایی که در این حکومت میخوان برنامه‌های حکومت تنظیم بکنن و خبر بدن به حکومت و بر مبنای اون قرارها و تصمیماشون گرفته شد، اینا به نظر میاد که میخوان جامعه تاجیکستان یک جامعه بی‌رحم، یک جامعه از همدیگر جدا و هر کس به همدیگر شبهه داشته باشد، مثل سالهای همون حکومتی انکیویدی و استالین و اینا که همه خبرکش باشن، پدر به پسر اعتماد داشته باشد، پسر به پدر، مادر به دختر، دختر به مادر و به پدر. یعنی میخوان همه بنیادهای انسانی را بشکنن. یعنی چی؟ چطوری میشود که تو با کدام عقل نوشتی که بابای دانا مثلا کمک کرده به خانواده جنایتکار؟ او اگر جنایتکار بده خانوادهش که چه تقصیر دارد؟ خانمش، بچه‌هاش که مثلا کودک بودن، او که برای پدر که جوابگر نیست، همچنان که پدر برای فرزند جوابگر نیست. از کی باز شما دیدی که اگر به بلاغت رسیده باشد برای فرزند، هرچند که رحمانوف دنبال اینم هست که برای فرزند به بلاغت رسیدن پدر و مادر را اذیت بکند، گروگان بگیرد، بگوید که چرا فرزند این کاری کرد، در صورتی که فرزند 30 ساله، 35 ساله، 40 ساله، 50 ساله است، اون دیگه چند سال است که نه با پدر و مادرش زندگی میکنه، نه دیدگاهش شاید میتوند با دیدگاه پدر و مادرش هماهنگ باشه، کاملا تغییر بکند. یعنی چی؟ او انسان بالغ است. مثل همین چرا مثلا بگیریم به خاطر این زندانی محمد علی حید یا به خاطر سیف الله زاده یا نمیدونم به خاطر هر کدام از این که در زندان هستند، یا به خاطر زید سعید
بیان فرزندای اونا اذیت بشن. چرا؟ بچه خاطر علتش چیه؟ چون پدرش در برابر ظلم حکومت رحمانوف صدا بلند کرده باید که فرزنداش اذیت بشن، باید که خانواده‌اش اذیت بشن. اونا که گفتین که خیلی خوب مخالف شما بوده، برده زندانش کرده، مونید خانواده زندگی کند مثل انسان. چرا پیش راش میگیرید؟ چرا کار نمیتید؟ چرا براشون شرایط فراهم نمیکنید که زندگی کنن؟ اگر شما واقعا انسانید. حالا اگر انسان نیستید نمیدونم دیگه چی میشه گفت. و این فیکا که حالا شما گفتید که فیکا نیستن، مطمئن باشید که حالا دارن فعال میشن. یعنی این شاید گل اول بهار است. حالا خیلی گلا میشکفن، گلای البته در ناخنه که بوی بد دارن. بله. حالا اکای علیم شنیدید اکای زفره و واقعا مثلا وقتی زید سعید زندان کردن پول و مالش هم گرفتن، خانه هاش گرفتن و دیگر اینها را، یعنی چرا یعنی کمک کردن به اونایی که از همه چی محروم هستن اینو جنایت از کی باز کمک به زندانیان جنایت شده است؟ اکای علیم شما واقعا این یک مسئله خیلی جدی نیست که وقتی که یک نفر از بردی زندان باز در برابر زندان کردن تمامی ملک مصادره میکنی و باز میگذاری میخوایی که دیگر کسان کمک نکنند. این چی در کجای قانون است؟ این واقعا این مسئله خیلی است به نظر شما کرد؟ خب اینا در مسئله پول اینا تا به حد خب چی شدن با فساد زده اند و با از معیار انسانگری رفته اند که اینا اصلا باور ندارن که فرض کرده همین آدما دیگر پول ندارن، دیگر مبلغ ندارن. یعنی همون اینا مطمئنن که همون زندانیان خویشاوندان زندانیان سیاسی هنوز هم مبلغ های کلان دارن و فرض کرده همون فرزندای کدام زندانی سیاسی باید از بیرون یاردم نبینند از یگان طرف. اینا باید تا آخر همون آخران تنگه زید سعیدوفا، آخران تنگه فرض کردیم محمد علی عیتا، آخران تنگه همه اونها را باید کشیده گیرن و عائله های اونها باید مجبور شوند خانه هاشون فروشند، تمام دارایی هاشون فروشند و برای خویشاوندان زندانی خود یاردم کنند و نشود که از بیرون کسی به اونها یک تین دو تین یاردم کند. یعنی این خیلی حسابی است. همین کار حساب کرده شده و خیلی نشان رس کار کرده ایستادن. اینا میخواهند همه رو از اون ترسانند که نشود که از روسیه یاردم کنند، نشود که خدا نکند از غرب به اینها، از غرب به معنای نزدیکانشون پیوندانشون که امروز پناهنده شدند و شاید یک تا دو تا سوم پیدا کنند و به خاطر همان زندانی و خانه روان کنند که به اونا یاردم کنند. اینا میخواهند رای همه امین مبلغ ها رو نگاه دارند. درباره فیکایی که گفته تدازر، فیکا از نگاه من فیکا چرا فعال نیستند؟ چون که چند روز است که امین برادران ما اساساً نشانه را یتیموف گرفتند و کمیته دولتی امنیت ملی را گرفتند و شاید با مقامات معقول باشد که نشانه یتیموف شده است و این بازی بین اونها و حاضر که اگر کم کم رحمانوف حقیقت عیبدار حقیقی رو کم کم نشان دهیم این فیکا هم فعال می شوند و باز ما هفته آینده شاهد هم می شویم که چندین فیک دیگر هم این خیلی به این طرف چی میکنند. شاید دیگر نفرها هم یک نوع شما هم نوای اکای زفر هستین که در روزهای آینده احتمالاً وقتی که جامعه شهروندی فعال می شود فکر کنم فعال می شوند در این قضیه.
همین خیلی نظر گمان کنم نه فقط فیک و فعال می شوند بلکه دیگران که ما از آنها انتظار داریم از ما جانبداری کنند آنها شاید عیب‌های پیدا کنند با چیز همین فیک و با معلومات همین فیک و عیب‌های در ما و در حرکت‌های ما و ما را عیبدار کنند که ما عیبدار هستیم که او موی سفید بابای دانه را زندان کردیم ما. اکای زفر سلامت باشین اکای علیم. اکای زفر من مثلا حالا درباره فکرها صحبت کردیم. مثلا ببینید در همین قضیه اکای بابای دانه حکومت چیزی نمیگه، نه دادگاه، نه مثلا وزارت عدلیه، نه دیگر وزارت داخله، نه زندان، نه هیچ کس، همه خاموش است. ولی میبینیم که فکرها میبراین اون چیزهایی را میگوین که مثلا دلالت میکنه که اون طرف حکومت است، یعنی غیر همون حکومت دیگر هیچ که نیست. ولی سوال این است که حکومت اینقدر نیرو دارد، اینقدر معاشخوار دارد، اینقدر نهادها هست، اینقدر وزارتخانه هاست، اینقدر اینا امکانات دارن، چرا میان در یک حکومتی کلانی دبدبه میان در پشت 4 فیکی که دیار نیستن در پشت اینا بجا میشون؟ همین چرا مثلا این یعنی در یک مسئله که همین بابای دانه در بسیاری قضیه ها میبینیم که حکومت جسارت اینو ندارد که گپ بگوید، ولی میبینیم که همون هر کس منتظر است که فیک ها چی میگوین. یعنی دیگر همین شده است که فیک ها چهره اصلی حکومت شدن. چرا؟ سبب در چی است؟ ببینید در هر صورت این به شکلی فیک فعالیت کردن فقط در تاجیکستان نیست. متاسفانه در جهان امروز در فضای مجازی مخصوصا حکومت‌های جاهای دیگه هم این کارو میکنن. البته بیشتر حکومت‌هایی که دیکتاتوری هستند، حکومت‌هایی که دیکتاتوری هستند یا تمایل به خودکامگی دارند. اما آیا موفق هستند یا نه باید از خودشون سوال کنن. اونایی که این چه تأسیس دادن، بودجه جدا کردن، پول میتن، این که به پول نیست، همه این کارا که همینطوری نمیشن. خب اینترنت مصرف میشه، خیلی از چیزا مردم میان یک دنیا، چون یک چیز تنظیم شده است. اگر حالتی باشد که هر کس در خانه خودش نشسته و این کار کرد شد باشد، او بس فرق میکنه، که متاسفانه اینطوری نیست و این یه تنظیم شده است. همونطوری که شما گفتید فیک ها شدن سخنگوی نهادهای دولتی. حالا چرا نهادهای دولتی نمیان خودشون از طریق سخنگویاشون حداقل موضوعشون اعلام نمیکنن؟ من نظرم بر این است که اینا به آینده خودشون خیلی مطمئن نیستن، چون میدونن که بقا ندارد این کارهایی که دارن انجام میدن و گذشته از این همشون در فساد غوطیدن و میدونن که اگر آمد مثلا فلان نهاد پیشتر حرکت کرد، یه اشاره حاضر آقای علیم داشتن که چون الان هجوم بیشتر روی سعید مومن یتیموف شده، دیگرها یک کمی منتظرن که چی میشود. این خیلی جالب است. پس معلوم که سعید مومن یتیموف اگر آدمی پاک باشد، هیچ گناهی نداشته باشد، هر کسی هر هجومی هم میکرد، هیچ گپی ندارد. چون مثلا بگیریم فلان نفری که میخواد جای سعید مومن یتیموف بیاد، میدوند که سعید مومن یتیموف چقدر مال و ملک دارد، چقدر چیزایی که غیر قانونی از خود کرده است. همینطور وزیر کارهای داخلش، همینطور وزیر فلانش، هر کسی، هر مسئولی که متاسفانه چون فساد در تاجیکستان خیلی رشد کرده، اینا همشون دلیل‌های برای ترسیدن دارن، بهانه‌های دلیل برای ترسیدن و به نظر میرسد که ابتکار به دست گرفتن و پیش آمدن که مثلا از کی میترسن؟ از همدیگرش، از همدیگرشون، از اینکه فاش بشن و سرشون بلا بیاد. شما مطمئن باشید که هیچ وقت رحمانوف به هیچ کس صداقت نداشته به هیچ از این دست نشانده هاش، تا جایی استفاده میکند که براش دردسرساز نباشد. هر جایی که دردسرساز شد بدبختش کردن، کشتن، و هر بهانه زندانی کردن، گرفتن، نمیدونم از وظیفه برکنار کردن.
چنان مفقود الاثر شدن که معلوم نیست که حالا کجا ان. حتی خیلی هاشون زنده ان البته، اما در کجای مثلا شاید در روستای خودشون رفتن دیگه دنبال زندگیشون. اما یعنی خیلی از این وزیرا و از این آدمایی که حالا در صحنه بودن و تعیین کننده بودن در خیلی از کارا، اونا رو بیرون کردن. مثل همین میتوند مثلا وقتی شایعات زیاد شد، مطمئن باشید هستن آدمایی که به خاطر اینکه اینا کنار بزنن پیش رحمانوف میرن میگن که مثلا فلان چون جاش که در کار است حداقل براشون. و این بازی های داخلی خود حکومت میتوند یک جنبه مسئله باشد که میترسن و از طرف دیگه با بقای حکومت باور ندارن و اینکه با بقای ظلم باور ندارن. همشون یک ادراک ذاتی انسان است که درک میکند که هیچ ظلمی، هیچ بی‌عدالتی، هیچ ناحقی جاودان نیست، پایدار نیست. حتما یک روز در برابرش نیروی دیگه پیدا میشد، حالا به هر بهانه، به هر شکل، به هر نام و شکست میخورد. بی‌عدالتی یک روز، یعنی حق همیشه پیروز است، یه روز حق پیروز میشه و اینا فکر میکنم درک میکنن از نظری میگم از سرشتشان، ذاتشان، ذات انسانی، اون ادراکی که خداوند برای هر انسان داده است برایشان تلقین میکند. شاید که به همین خاطرم پا پیش نمیگذارن، در اول نیستن و استفاده میکنن از این فیکایی که مؤثر نیست کارشون، اما خوب دیگه کاری که انجام دادن، حرفشان گفته شد و چه خوب بود اگر واقعا می آمدن. برای من روزنامه‌نگار چقدر خوب است که مثلا تا جایی که امکان دارد کمیته امنیت ملی بیاید از طریق سخنگوش فعالیتاش شفاف و آشکار بکند. وزارت کارهای داخل است، دادگاه، حکومت. وقتی شفافیت هست شک‌ها، شبهه‌ها برهم میخورن. وقتی هیچ چیز نیست، یک فکری که اصلا معلوم نیست کی است، اما وقتی صحبت میکند آدم که درک میکند، حداقل روزنامه‌نگارای مثل من درک میکنن که این سخنگوی کدام نهاد است، از امنیت است، از وزارت اقتصاد است یا که از گمرک است یا از وزارت کارهای داخل است. درک میکنیم چون از موضوع‌گیریش، از طرز جمله بندی‌هاش حتی میشد درک کردن که این کی است، از کجا نشد میگیرد صحبتاش. و همین خاطر من فکر میکنم علتش اینجاست. حالا اگر با علتهای دیگه باشد شاید ما خبر نداریم. بله، در همین چی فکر خوندیم که مثلا در همون نامه‌ای که همون یک نفر از همون دهه اومده است که مثلا خطاب به همین موسفید بیچاره که یک موسفید پیرانسال بیخیرت، خیانتکار. طبیعی است که یک تاجیک نمیتواند بیاد یک موسفید در با اون یک چی داریم، یک چی میگیم، یک دیده داریم که شرم داریم، ولی از پشت کامپیوتر میشیند هر چیزی میخواهد دلش میگه. اکنیم اون نمیشد. بعد حکومت هم اینقدر مصرف دارد، اینقدر کادرها دارد، اینقدر میآید یک فکر نظری او را میگوید. همین مثلا امکان مثلا میتونیم بگیم که این یک حکومت فیکی است. این مسئله همین فیک هایی که همین فرمای جواب که پیدا شد و معلوم سال 2018 مطمئن شدم که سرکرده همین فرما خیلی نزدیک به شخص اول است، چون در دو برآمد سال 2018 در نزد زیاییان رحمانوف که برآمد کرد و خدا رحمتی ایشان قیام الدین را به شیعگی متهم کرد و بعد از آن در خوروخ که برآمد کرد برآمدش پیش از همون برآمد یک روز پیش همون برآمدها از طرف فیکا نشر شده بودن، نقطه به ورگل. باور کنید یعنی همین سرکرده همین فرما خیلی نزدیک به شخص اول است و همین است دو طرفه، یعنی تماس دو طرفه رحمانوف توسط همین فیکا است. اما از توسط فیکا به جامعه پیام میتید رحمانوف شخصا خودش، هم توسط فیکا از اون طرف چی میگیرد؟ اطلاع میگیرد، یعنی عبرت نیست که میگوین
پور را از سال 2018 تا به همین روز من مطمئنا میتونم از روی تاسیس یافی همین فرما و مطمئن باشید که مبلغ‌های کلان در اینجا صرف میشوند در همین در همین پروژه و این پروژه رو این طرح رو اینها کپی کرده است پاور پوتین که بود چه؟ نامش فراموش کردم. یک تا همین خیل فابریکه ترول ها رو پریگوژن در روسیه کرده است. عیناً همون کپی را یتیموف گرفته است و آورده است با اینجا و همین فابریکه فیک های یتیموف امروز دو طرفه تماس بین رحمانوف و جامعه رو برقرار کرده است. سلامت باشین اکی علیم زمانوف. اکی زفر مثلا با این حکومتی نه انصاف دارد، نه رحم دارد، نه به جوان، مثلا ظرفای بیچاره را زندان کردن، اون بیچاره اومد یعنی کسل شد، کسلی مزمن گرفتار شد، یعنی یک زنی یک مادر دیدیم مثلا شیخ تیمور یک موی سفیدی بیچاره دیگر اون با اون با یک حمزه معیوب که معیوب نیم یک حمزه که با مریضی گرفتار بود با سرطان با اینها، ولی با اونها با همین شکل رفتار کرد. یک حکومتی خشین بیرحم نسبت شهروندان با 9 میلیون شهروند همچون گروگان تعامل میکند، هر کسی را بخواد تهمت میزند. من حتی یک بار در ناحیه سنگیر که من اونجا در انتخابات بودم کار میکردم، یکی از همون مقاماتی بلندپایه همون ناحیه گفت قسم خورد، گفت والله من اگر در همین ناحیه هر کاری را بخوام میتونم، هر کاری را که من در نسبت کسی چیزی را بخوام انجام داده میتونم. یعنی با این طور حکومت، یا حکومتی و این حد ظالم بیرحم، نه رحم نسبت زن دارد، نه مسلمان، نه کافر، نه مثلا موی سفید، نه کمپیر، نه کودک، هیچ کس با این چیکار باید کرد؟ چه خیلی رفتار کرد؟ ببینید البته من راستی با این حد گویم با گستردگی در این سوال برای پاسخ جواب دادن یک کمی اذیت میشم و شاید جواب دادن هم یک کمی سطحی نگری باشد. این سوالی است که واقعا یک گروه جامعه شناسا باید بشینن، سیاستمدارا، سیاست شناسا بشینن مصلحت کنن، تحقیق کنن، ببینن که چی کار میشد کرد. اما من فقط میتونم برای هموطنان، برای ملتان خواهش کنم ازشون که در مسئله های اینطوری، حالا همونی که گفتید مثلا در مسئله مثل ظرفا، مثل شیخ تیمور، مثل بابای دانایار و هر اینطوری مشکلاتی که حکومت آمده است از جای خشونت، از دیدگاه خشونت، از دیدگاه بیرحمی، از دیدگاه بیعدالتی آمده است برخورد کرده، اینا بیان دیدگاه های دیدگاه ها و غرضای شخصی و گروهی و حزبی و محلیشون کنار بگذارن، از دیدگاه انسانی برخورد بکنن. همچون یک انسان فکر کنن که برادرشونه، خواهرشونه دارد اینطوری این کاری که نسبت اون انجام میده نسبت خواهرشونه. مثلا وقتی ظرافا آمدن این برخورد کردن، فکر کنن که و خواهرش واقعا خواهر هر کدام ما و شما که هست، یعنی خواهر همه تاجیکستانی که هست از برای حساب یه تاجیک است، یک شهروند تاجیکستان، تو تاجیک هم گفتیم که تاجیک شهروند تاجیکستان که است، ما همه مسئولیت داریم در برابر همدیگر. اگر از این دیدگاه بیان برخورد بکنن، مطمئن باشید حکومت وقتی که در برابرش واکنش‌های دید، نه به خاطر از اینا ترسیدن، چون حکومت‌های خودکامه معمولاً از بقای قدرتشان میترسن.
وقتی از بقای قدرتش ترسید، برای بقای قدرتش حاضر است که خیلی گذشته رو بکنه. یعنی حداقل نمیاد مثلا با این حد ظلم نمیکنه در برابر چیز. و اون مسئله دیگری که اشاره که از شما داشتید با خشونت، واقعا جامعه ما دارد به سمت خشونت میرد. بالا هم یک اشاره کردم، من نگرانم از جامعه. وقتی در شبکه‌های اجتماعی شرحایی که مردم می نویسن، آدم مثلا من وقتی می خوانم راستش بعضا خیلی در نگرانم، خیلی واقعا برام سخت است تحملش، که می بینم هموطنای من دارن روز از روز خشن‌تر میشن، چون یک حکومتی که تمامی اکثر برنامه‌هاش در مناسبت با مردمش بر پایه خشونت است، واکنش مردم هم خشونت بار خواهد بود. هیچ افراط نیست که تفرید نزاید. هیچ خشونت رحم نمیزاید، هیچ خشونت مهربانی نمیزاید. خشونت در برابرش خشونت با وجود میارد. باید حکومت و هر کسی، هر کدام ما و شما همیشه فراموش نکنیم که عملهای ما عکس العمل ما مثلش تولید میکنه. و این حکومت اگر میخواد بقاش باشد، باید که نه از ظلم کم کنه. این که ما چی واکنش کنیم، این مردم چی واکنش کنیم. مردم هم فکر میکنم واکنشش باید در برابر ظلم، نه با از دیدگاه این که مثلا چون بابای دانایار نمیدونم با نهضتی ها، آخه دیگه نهضتی وجود ندارد اینجا، دیگه بحث نهضت تو نمیدونم بحث فلان که نیست، بحث زندانی که نیست، بحث انسان است. یک انسان 87 ساله دارن زندان کردن. شما بیا از این دیدگاه فکر کن که همین بابای تو است، پدر بزرگ توست، از این دیدگاه بیا برخورد کن، چون واقعا هم هست. و اگر این با این مسئولیت وطنداری، مسئولیت هم رحم به هم نو ما بیام برخورد بکنیم به اینطوری قضیه ها، من مطمئنم که حکومت هم از این خشونتی که دارد حداقل میکاهد. اگر نکاست دیگه خب آخرش رفتنی است، جاویدان نیست، میره. چه امروز چه فردا رحمانوف میره، هر کسی هم جای رحمانوف هم بیاد میره. ما هم رفتنیم حتی از این دنیا، اما این ملت باید ماند، این وطن باید باشد. نه دیدگاه سیاسی کار دارم، نه دیدگاه حزبش، هیچ کدامش برای ما در این مورد وقتی که روی صحبت وقتی منفعت ملت و بقا و رشد تاجیکستان است، اینا همشون در درجه نمیدونم چندم، دوم سوم چندم. مهمترین چیزی که ما هر شهروند تاجیکستان داریم این ملت ما است و مردم ما است و وطن ما است. ما باید به این چیز فکر کنیم. حکومت مسئول است. حکومت امروز از حساب این مردم داره زندگی میکند و باید این کارو بکنه و مردم هم در برابر عملهای حکومت باید واکنششان دیگه باشد، نشینن سکوت. بعد روز از روز تصور کنید سال 2000 مثلا 15 یا 14 کمتر بود. حالا یعنی بیایم از مورد همین رسانه ها را اگر من مثال بزنم، اون چیزی که به کار خود من نزدیک است، سال 2013 14 شروع کردن گفتن رسانه ها را، برنامه ریختن که باید رسانه ها گفته شد، یکی یکی گفتن، همه آرام شدن. حاضر ببینید که دیگه نمونده رسانه مستقل. هر کسی ادعا میکنه که در داخل تاجیکستان رسانه مستقل است، دروغ است. حتی آزیا پیلوس که یکی از حرفه‌ای ترین رسانه است در منطقه آسیای مرکزی، نه فقط در منطقه، همون بنده خدا هم نمیتونن، همون همکارای من در هم آزیا پیلوس با مشکل عدید مواجه، خیلی مشکلشون زیاد است. همونا هم دیگه نمیتونن ادعا بکنن که رسانه مستقلن، چون آمدن اگر در وقتش واکنش همه یک جا بود، ما با هم اگر واکنش کردیم، امروز مثلا سمیدین دوستوف در اروپا نبود و نگاه بسته نمیشد، نگاه یکی از بهترین رسانه بود، تاج نیوز یکی از بهترین خبرگزاری بود، یا آزدگان بسته نمیشد و من و همکارای من در کشورهای دیگه نبودیم، در داخل کشور برای مردم ما خدمت میکردیم. و وقتی ما وقتی نتونستیم از خودمون دفاع کردیم، این است من از مردم خواهشم این که از خودشون دفاع کنن، از حق خودشون دفاع کنن. بله، سلامت باشین. اکای علیم، شما نظر و فکر اکای ظفر شنیدید و واقعا ما در تجربه ها داریم، خیلی که پیشتر هم اشاره کردیم، گذاشتیم که جامعه وقتی که جامعه
تاجیکستان جامعه مدنی وقتی که ملت یکجا شد در مسئله حمزه، در مسئله فاطمه، در بعضی مسائل مخصوص که همه یکجا شدن، مثلا خیلی که اکای زفر گفتن دیگر نه محل و نه مثلا عضویت اینا دیگر کار نکردن، ملت یکجا شد، موفق شدیم. یعنی ملت موفق شد. شما در قضیه من اکای بابای دانه شما چی فکر میکنید که چی باید کرد که همین قضیه نیز یک قضیه ملی شود؟ خدا را شکر که مخالفان و فعالان سیاسی صرف نظر از اختلافاتی که بین خود هستند در همین مسئله اظهار آمادگی کمک و همبستگی کردند، ولی در عموم چی همینجا نیاز دارد که همین قضیه را به یک قضیه ملی تبدیل بتیم و بتونیم که حکومت در برابر همین قضیه به حد پایان بیاید یا مثلا همین چی را کاهش بدهد و ما بتونیم همین موسفید بیچاره که واقعا آسیب پذیر است و واقعا در یک سن سالی است که دیگر همه می‌دونیم که 87 سال چی است. به نظر شما چیکار باید کرد در همین قضیه که همین قضیه به یک قضیه ملی تبدیل؟ ما فقط میتونیم دعا کنیم در با همین جمعه که ما داریم، فقط دعا کردن میتونیم که خدا اونها رو به گفت ملاها هدایت کند. یعنی چی گفتنیم؟ ببینید اینا من چند میشود 2 هفته میشود که تفتیشات خریستا گروزف رو پیگیری دارم. خریستا گروزف امروز روزنامه‌نگار نامی ترین شاید در دنیا باشد و اگر به جایش یک تاجیک می بود اقلی صحبتش CNN می بود، BBC می بود و از اون پایین نمی فرمد اگر تاجیک می بود. خریستا گروزف یک بلاگر نامعلوم اوکراینی قطعی مصاحبه می کند، یک بلاگر روس قطعی مصاحبه می کند، بلغاری قطعی مصاحبه می کند و کشاده است. یعنی یک آدم خاکسار است، یک آدمی که دنیا رو یعنی یک مقامات جاسوسی قدرتمندترین دنیا رو روی آب برآورد. امروز می آید خیلی خاکسار است. ما خیلی جو طلب هستیم و این جو طلبی ما بران است که اگر ما امروز با همین نزدی ها یا با همین نمیدونم فلانی هم صدا شویم، ما با این داغدار میشویم. میفهمید؟ ما را همه دنیا میشناسد، مثال همه دنیا مرا میشناسد. من که با همین ها امنوا شدم، من داغدار میشوم و این داغ از من برداشته نمیشود. من باز چی گفتنیم در مسئله همین بابای برای همین من انتظار ندارم از آنهایی که شما توقع دارید. من انتظار ندارم که از آنها یگان همدستی یا همنوایی و روی کار آید. و در مسئله در قضیه بابای دانه من یک چیز دیگر گفتنیم. ببینید در سالهای رپرسی ستالینی، در سالهای 32 37 تا 39 در تاجیکستان ما هم بسیار آدما زندان رفتند و دیگر بر نگشتند و دشمن خلق اعلان شدند و از کینو فیلم ها میدانیم که با دشمنای خلق یعنی با فرزندانش جوره هاش صحبت نمی کردن، در مکتب ها با اونا رو یعنی ملامت می کردن، با اونو کسی ششت و خیز نمی کرد. لیکن خوشبختانه من نمیدونم دیگر تاجیکستان رو، من حتی نمیدونم دیگر منطقه های بدخشان رو، لیکن در خاروغی که من اونجا به وایه رسیدم همه همون بنام دشمنای خلق که بودند مردم اونها را تنها نگذاشتند. مثال حتی کارمندان حزبی و دولتی هم که در دهشون
همون دشمنای خلق بودن، از اونها خبر میگرفتن، یعنی اونها رو از به گفت مردم ما رد معرکه نکردند. با نشان دادی همون کمیته ابرقدرت دولتی، امنیت دولتی. لیکن همین ملت ما به چه شده است که یک موی سفید 87 ساله حتی از درون خود خویشاوندان زندانیان سیاسی همین خیلی آدمای با جرأت پیدا نمیشد، چی رسد به مردم های آدمایی که خود را ضیاحی میخوانند و باز به ما اتهام میبندند که حکومت مخالفین حساب شده ندارد. آخر حکومت های غرب که مخالفین حساب شده نداشتند، عموما مخالف نداشتند، این ضیاحیان بودند که سر آتش رفتند، سر آتش اینکویزیسیون رفتند که ملت هاشون آزاد شوند. هنوز حزب در دنیا نبود، این ضیاحیان بودند که از ملت خود به دفاع برخواستند. لیکن ما امروز میاییم و میسنجیم که خب اگر شیرزمانوف در این باره زیاد گپ زد، اگر کبیری در این باره زیاد گپ زد، من خود را داغدار نکنم که اینها دشمن خلقند و مرا هم دشمن خلق اعلان نکنند. همین است جرأت تاجیکی ما و در این من برای فعال کردن این توده خوشبین نیستم و فقط به خدا دعا کنیم که هدایتشون کنه. اکی ظفر، حالا که تقریبا به پایان برنامه رسیده شدیم، سوال اخیر و میخواهم که جوابم چندان دراز نباشد. باور دارید یعنی در همین قضیه بابای دانا که مثلا 5 سال پیش از 5 سال یا بر وقتر میتونیم اگر جامعه شهروندی زحمت کشد، مردم ملت یک جا شود، پیش از همین وقت ها اون آزاد شود؟ البته حد زدن که مشکل است، اما من باور دارم، من به نیروی مردمم و به نیروی عموما مردمی همیشه باور دارم. یعنی خوشبین هستم که اگر مردم با هم باشد، دست همدیگر شد بگیرد و دست به دست اگر هستن مردم، فرق نمیکنه چه در تاجیکستان چه در هر جای دیگر. بالاتر عرض کردم دیکتاتوری و خودکامگی مثل یک آفت است. آفت یه نفر یا گروه نمیتونن برهم. مثلا یه خانه وقتی خدا نشانه خوبی هم مثال میخوام بزنم، یه خانه وقتی آتش گرفت، اگر مردم یک محل آمدن مطمئنا آسیبش کمتر میشه، زودتر خاموش میشه آتش. اما اگر دوست همسایش آمدن هرچی آب بزنن خاک پاشن که شاید مثلا خانه اصلا کامل بسوزه. بله. و خانه‌های دیگر هم بسوزن در این. و مثل همین وقتی این دیکتاتوری و این چیزا واقعا وقتی اینطوری آفت هستن، در برابر این فقط دست جمعانه میشه استاد بدون هیچ تعلقات حزبی، یعنی صرف نظر کرده وقتی در برابر آفت هسته دیگه نباید بگه که مثلا همسایم کتی من فلان وقت نمیدونم به خاطر فلان چیز از همدیگر ناراحت بودیم، حالا اون ببینید برای بعد، حالا بیاید آفت جاش خانه از آتش سوزی نجات بدین، بعد با همسایتون حسابتون برابر کردن کاری نداریم ما با اونش، تصفیه حسابتون باشد برای بعد. در حاضر که در حالتی آفت قرار دارد، در برابر آفت قرار دارد، باید که همه با هم باشن. و اگر واقعا اگر جواب بدم براتون در یک جمله این است که اگر واقعا همه با هم باشیم یا حداقل اکثریت با هم باشن، مطمئنا در قضیه بابای دانایار نتیجه مثبت به دست خواهد آمد و امیدواریم که خداوند حفظشون کند، واقعا ای بابای خداوند حفظ کند. آمین. اکی علیم شما چی نظر دارین دارن؟ بیشتر گفتید که هدایت کند و چی گفتنی هم من مراجعت کردنی هم همین حاضر به همه
شاید نمیدونم با کی مراجعت هم میشود، با همه شهروندان یا با مقامداران. عذر با گفتی وای جمله بندی او منجور کنم و معلوم میشود. خب این موی سفید 87 ساله من تا حد حسد میبرم به چنین موی سفیدی که کاش که من در 87 سالگی همین خیل سلامتی داشته باشم، یک همین خیل گرده و متانت داشته باشم و بیایم و همین خیل زهاک مرا 25 سال دیگر زندان کند و بعد او 25 سال باز به آزادی هم برآمده توانم این یا در همان زندان به شهادت رسم. این موی سفید 87 ساله بهترین نمود در تاجیکستان بهترین نمود جهاد را کرد و به این می سزد حسد بود. لیکن من از رحمان و فیرانم او چخیل بعد این قضیه چخیل من بعد زیستنی است و چخیل مردنی است. من حیرانم و از زمان برادرم منظفر مراجعت کرد و من همین مراجعت حاضر به دادگاه ها میکنم، به سودیه ها شما هم از روی قانون های بشر هم از روی قانون های دین شما به واسطه شخصا جوابگر هستید، نه وابسته از آن که زنگ به شما شد، نه وابسته از آن که ما هم فرزند داریم، ما هم میخواستیم فرزندان ما مکتب های خوب خوانند، دیپلم های عالی درجه گیرند، در جایهای خوب کار کنند. ما هم فرزند داشتیم. اون چیزی که شما را مجبور کرده است امروز پابند این رژیم خودکامه باشد، ما هم همین خیلی آدماییم، ما هم میتوانستیم، با ما هم پیشنهادهای زیاد شده بودند لیکن وجدان اجازت نمیداد. آخر شما برای همون قرارهای خود، حکمهای خود شما جوابگر هستید. شخصا شما نه در روز قیامت، نه در پیش همسایه ها، نه در پیش فرزندان پگاه شما نمیتوانید بگویید که به ما رحمانوف زنگ زد، به ما یتیموف زنگ زد، ما را پرکرار مجبور کرد. آخر همون حکم نبرار و سبک دوش شو از وظیفه. آخر کمکک هر کس در جای خودش کمکک استوار باشد، در همون جایی که تو داری در همون استوار باش. معلمی که در جای خود هستی از خواننده رشوه نستان. دادگاه سودیه‌ای که همون حکم برآوردن کار تو است، اون زنگ شب شدگی رو فراموش کن. جوابگر در اونجا هیچ کس تلفن نمی کند. در اونجا که رفتی رحمانوف تلفن نمی کند به اونجا. لطفاً کمک از انصاف هم کار گیرید. تشکر. بینندگان ارجمند، برادران و خواهران گرامی، این بود صحبت ما با برادران مهمانان گرامی ما، استاد ظفر صوفی، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و رهبر مؤسسی رسانه‌های آزادگان و همچنین استاد علیم شیرزمانوف، معاون رهبری پیمان ملی تاجیکستان. یک بار دیگه از یکی شما هر دوی شما تشکر میکنم که بچه‌های عزیز که وقت صرف کردین با ما بودین و به سوال‌های ما جواب دادین. تشکر که خیلی استفاده کردین و همچنین از همه بینندگان، از یکی بینندگان از شما تشکر میکنیم که وقتی الهی خود را صرف کردید و ما را گوش کردید. یک بار دیگر از درگاه خداوند متعال و بابای دانایار عمری دراز، سلامتی خواهانیم و امیدواریم که انشاءالله بزودی آزاد خواهد شد و همچون یک قهرمان، واقعا قهرمان ملی، همچون یک قهرمان ملی به امثال زید سعید و محمد علی طیری و دیگر زندانیان
انشاءالله با آزادی خواهند برآمد. و تا صحبتی بعدی، خدا یار و مددگارتان، شامتان بخیر. سلامت باشید. خدا نگهدار.